اسم ما عبدالوکیل از وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر به خاطر از این است که جلوگیری از همچو چیزهایی که در جمهوریت بود و اینا از اونا جلوگیری کردن. آوردن امر بالمعروف و نهی از منکر بر مردم فایدهش اینمی است که جوانا از بسیار منکرات دست میگیرند. ما همیشه میبینیمشان که چپنهای سفید را به تن کردن و با مردم بر روی بسیار سلوک خوب و روی بسیار خوب با گفتارهای بسیار شیرین و نیک و سالم و اسلامی مردم و دعوت به امر بالمعروف و نهی از منکر میکنند. یکی کس خوش باشه و خوش نباشه، مملکت اسلامی باید همچون یک وزارت باید در مملکت ما باید ایجاد شود و ایجاد باید شده و ما خوش هستیم ازش. سابق مثلا اگر می رفتین به عروسی ها اشتراک میکردین هیچ امکان نداشت که ساز و آواز و سرود نباشه و فعلا صرف یک ساز و آواز و سرود بند شده و می آرایشگاهی را که عروس ها را فیشن میکردن و پیسه زیاد را بر خود میگرفتن جلوگیری از اونو گپا شده. وال تبلیغات اسلامی است. ما در یک دو سه محفل که اشتراک کردیم ما دیدیم از شمدید خودم میگم جز تبلیغ اسلامی و صحبت های اسلامی دیگر چیز ما ندیدیم. ما شخص خودم